قراره برای 10 روز سفر جنوب وسیله هامو جمع کنم. از اون جایی که محصولات روتین پوستی این بسته‌بندی‌های بزرگی داره و خیلی جاگیره، اینا رو میریزم توی سری از بسته‌بندی‌های مسافرتی که هم کمتر جا بگیره و هم حملش برام راحت تر باشه. بعد محصولات پوستی میرم سراغ یه سری محصولات بهداشتی مثل مایع لباس و نرم کننده لباس، چون سفرم طولانیه و ممکنه که نیاز بشه لباسامو بشورم. بعد از اینکه یه سری خودروریزای دیگه هم بهش اضافه کردم و شامپو، ماسک مو، ناخنگیرم گذاشتم، میرم سراغ لباسا. من همیشه قبل سفر لباسایی که میخوام بپوشم و استایل میکنم و توی این ارگنایزرها میذارم. اینطوری هم لباسام تفکیک میشه و هم چمدونم منظم‌تر میمونه و هم دسترسیم به لباسا راحت تره. از اونجایی که جنوب گرم و باید لباسای رنگی و تابستونی برداشت، لباسای شاد و رنگی رنگی هم که برداشتم و در نهایت تمام.